چرا وقتی سایقه به هواپیما برخورد میکنه هواپیما سقوط نمیکنه؟ اگر سایقه با ولتاژ بسیار بالا به هواپیما برخورد کنه چرا مسافرها رو برق نمیگیره؟ جواب این سوال به یک پدیده فیزیکی به نام قفس فارادی مربوط میشه. وقتی جریان الکتریکی به یک بدنه فلزی رسانا برخورد میکنه، بار الکتریکی عمدتاً روی سطح خارجی فلز حرکت میکنه. به همین دلیل فضای داخل یک محفظه فلزی میتونه تا حد زیادی از میدان الکتریکی بیرون محافظت بشه. این مثال ساده ماشین فلزیه. اگر سایقه به ماشین برخورد کنه، جریان الکتریکی معمولاً از سطح بیرونی بدن عبور میکنه و از یک قسمت دیگه خارج میشه. بنابراین کابین خودرو میتونه برای سرنشینان اون نسبتاً امن باشه. هواپیما هم با استفاده از همین اصل همراه با سیستم‌های مهندسی و حفاظتی مخصوص برای برخورد با سایقه طراحی شدن. اما این به معنی بی خطر بودن کامل سایقه برای هواپیما نیست. برخورد شدید میتونه باعث سوختگی یا آسیب جزئی در بدنه و حتی ایجاد سوراخ کوچک در نقطه ورود یا خروج جریان بشه. با این حال هواپیماها طوری طراحی و آزمایش میشن که چنین برخوردهایی معمولاً باعث از دست رفتن کنترل یا سقوط هواپیما نشن. پس هواپیماها جلوی برق رو نمیگیرن. بدنه هواپیما مسیر عبور جریان رو کنترل میکنه و اون رو از اطراف کابین عبور میده و این یکی از جذابترین کاربردهای فیزیک در زندگی روزمره‌مونه.